در این سالهای اخیر زندگی در افغانستان نیز با تکنولوژی و اینترنت گره خورده است. از 5 سال بدین سو در هرات و بعضی دیگر از ولایت افغانستان سخنانی از خدمات اینترنت و مخابرات از طریق فایبر نوری به گوش می رسد و چنان که هویداست افغانستان همچنان در امتداد این شیشه تار جادویی پیوند می خورد. فایبر نوری دیگه خوبی از اینه که سرعت از زیاد نظر به ستلایت، همونطور که نامی و واضحه که میگم فایبر نوری سرعتی و دیگه تقریبا مثل نور بریه. پرسرعت‌ترین و ارزان‌ترین وسیله ارتباطات اینترنتی و ترانسمیشن یا عبور داده‌های نرم افزاری از طریق فایبر نوری می باشد. این رشته مویی مانند تمام جهان را با ارسال و دریافت سیگنال‌های نوری با هم وصل می‌سازد که حتی این کیبل در بستر اقیانوس‌ها با امتداد خود به طول هزاران کیلومتر دو قاره را با هم وصل کرده است. این تار شیشه‌ای معمولاً به صورت چند دسته‌ای درون مغزی‌ها و غلاف‌های پلاستیکی و غیره در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که مجموعاً به نام کیبل نوری شناخته می شود. تقریباً بگیم از موهای متوسط مثل یک تار موی سره. بالای هر جوری از که 2 دانه باشه ترافیک یا مکالمه و یا اینترنت انتقال پیدا میکنه که یکی برای ارسال هست، یکی برای ریسیو، برای اخذ. با ایجاد شبکه اینترنتی از طریق فایبر نوری 1 ساعت اینترنت از 60 افغانی به 10 افغانی تنزیل نموده است. خود فایبر از شیشه شفاف بسیار خالص ساخته شده که قطر آن به 9 مایکرون می رسد. این تار شیشه‌ای با پوشه‌ای از سطح داخل انعکاس دهنده پوش گردیده است که اشعه را به صورت موج امتداد می دهد. با وجودی که اصل کار همان یک تار نازک شیشه‌ای است که اطلاعات را از خود عبور می دهد، اما کیبل فایبر ظاهراً ضخیم معلوم می شود. چرا که فایبر از لایه‌ها و پوشه‌های مختلفی مرکب گردیده تا به وسیله آنها از شکنندگی، فشار و تاثیر دمای خارجی محفوظ بماند. در بین کیبل تارهای شیشه‌ای زیادی دیگر نیز موجود می باشد که به طور زاپاس در مواقع ضروری از آن استفاده می شود. فایبر نوری از مرز ایران به طول 120 کیلومتر تا مرکز شهر هرات امتداد یافته است و در عمق 1.80 متر در زمین گور گردیده است، جایی که فشار از سطح زمین به 0 درجه می رسد. این پایه ها به منظور مسیر ردیابی فایبر نوری در اینجا نصب گردیده است. محمد تمیم عبدالله، صدای افغان، هرات.